امروز تو این ویدیو سرسیلند رو میبندم و انجین رو کامل میکنم که کمپرسش انقدر زیاده که فکر نکنم بشه بهش هندل زد. زیر کار انجین رو سنباده کاری میکنم، آماده رنگ میشه و در نهایت یه رنگی که تکراری نیست رو روش پاشیدم و در نهایت هم سوار شاسیش کردم. بریم شروع کنیم. خب بعد از اینکه تو قسمت قبل دیدید سیلندر و پیستون و اینا رو جا زدم، الان نوبت سرسیلند بود. سرسیلند رو تست نشتی سوپاپ گرفتم و یه مقدار بنزین ریختم و دیدم سوپاپ مشکل داره. فرار سوپاپ رو زیر جک گذاشتم و درش آوردم و سوپاپ رو کردن آزاد کردم. کمی روغن سنباده توی محفظه جای سوپاپ زدم و یه دونه شرنگ بنزین رو به زیر سوپاپ وصل کردم. کمی با دست و کمی هم با دریل سوپاپ رو چرخوندم تا آب بند بشه. یادتون باشه دریل رو زیاد دور بالا نزنید چون میسوزونه جاشو. و در نهایت دوباره شستشو دادم و زیر جک فنرها رو جا زدم و یه تست نشتی دوباره ازش گرفتم و دیدم خوشبختانه درسته. واشر سرسیلند هم سایزش دیگه به پیستون بزرگتر نمیخورد و باید دستی سوراخ وسط رو گشادتر میکردم. با سنگ انگشتی این کار انجام دادم و روی سیلند سوار کردم که بریم دیگه سرسیلند هم ببندیم. پیچ‌های سرسیلند رو با 40 نیوتن متر گشتاور سفت کردم. سوپاپ ها رو فیلرگیری کردم و سوپاپی که آب بندی شده بود و 10 صدم فیلر شلتر گرفتم که بعد از استارت چون سوپاپ میشینه سر جاش رو سفت میکنه دیگه سوپاپ خیلی سفت نشه. پوسته های دو طرف درب کلاج و درب برق هم بستم که بریم زیر کار و سنباده کاری کنیم و تا جایی که میشه آماده کنیم برای پاشش رنگ. انجین آماده کردم با ورقهای سنباده بادی و تا جایی که میشد درست کردم. البته خیلی زیر کار آسیب دیده است و فکر نمی کنم خیلی نو دقیق در بیاد، ولی خب تا جایی که میشه سعیمون رو میکنیم. بریم کار انجام بدیم. اول از سنباده بادی استفاده کردم. بعد از سنگ انگشتی استفاده کردم که جاهایی که دسترس سختری داره رو بتونم کمی سنباده کنم. و حتی فراتر از اون از سنباده مدادی و انگشتی ریستر استفاده کردم که باز هم بشه کارو دقیق‌تر در آورد و اما متاسفانه نمیشد خیلی، چون خیلی ضربه خورده بود پوسته و رنگ‌های متنوعی روش بود و اونجوری که می‌خواستم صاف و صیقلی نمیشد. خب دیگه انجین گذاشتم برای پاشش رنگ. اول از همه به خاطر اینکه سطح صاف نیست و زدگی زیاد داره از آستر پرجامد استفاده کردم. یه پرایمر نسبت 4:1 به خشک‌کن داره، به خاطر همین غلظتش زیاده و خیلی پوشش خوبی میده روی این جاهایی که خرابه و صاف میکنه. بعدش توی سنباده بزنید. این جزو بهترین آستراست که میشه زد. بریم اینو بپاشیم که بعدش بریم مرحله بعد رنگ. ببینید نسبتاً پوشش خوبی داد و خط و خش رو پوشوند. کمی صبر میکنیم خوشه تا بریم رنگو بپاشیم. خب حالا ما یه رنگ نقره‌ای پژو داریم با 519 جی، میشه متالیک نوک مدادی پرشیا. چون میخوام از نقره‌ای تیره تر باشه و از نوک مدادی پرشیا یکم روشن‌تر، این دوتا رو میخوام ترکیب کنم یه رنگ خودم بسازم. بریم ترکیب کنیم ببینیم چی در میاد. من تمام هدفم این بود که رنگ تکراری نباشه و یک سربی طور باشه، یک نقره تیره. به خاطر همین دوتا رو میخوام ترکیب کنم، امیدوارم خوب در بیاد. فکر کنم باحال شده. بریم بپاشیم. تقریبا چیزی که من میخواستم یه چیزی بین نوک‌پدادی و با نقره‌ای. بریم بپاشیم.
رنگ قشنگی شد واقعا. البته اون قسمت های پیچ های ریز و در استار در سوپاپ آبیشه تازه رخ بهتری هم میگیره، ولی خب خیلی قشنگ شد. الان یه کیلر روش بپاشیم دیگه محافظت میشه ازش و براق میشه، خیلی خوب میشه. بریم. کیلر تام رو انتخاب کردم، نسبتا خوبه، قیمت خوبی هم داره. به نسبت 2:1 با خوشکن و تینر قاطی میکنی و بریم اینم بپاشیم. پس از گذشت 1 روز رنگ خوش شده و حالا آماده نصب روی شاسیه. حالا شاسی هم چون برای این انجین نیست تغییرات زیادی داشت و من از قبل انجام دادم. الان یه دونه آماده است، این پیچ رو جا میزنم و بعد باید دسته موتورا رو بسازیم. حالا فعلا بذاریم رو شاسی اون یه پیچ رو جا بزنیم تا بریم برای ساخت دسته موتورا. این پایینو سفت کردم واسه اینجا بریم بسازیم تا بریم جلوتر. یه مشکلی هم هست که اینجا کاربرد جا نمیشه، بهتون نشون بدم. ببینید این قسمت در است توی خود موتور کمیکس جای این منبع روغن کمک عقب. خب این اگه باشه که اصلا هیچ فضایی نیست، اینو مجبورم بردارم جاشو عوض کنم و بعد این کاربرات رو رفتم تستی بذارم دیدم جا نمیشه. حالا به زورم اگه بهش بخورونم باز اینجا گیر میکنه. حالا یه فکر دارم که این منیفولد رو کوتاهش کنم. حالا بریم اول دسته موتور رو ببندیم تا یه فکری برای این بکنیم. بریم اینجا واسه اینو بسازم یه دونه. خب واسه قسمت جلو تصمیم گرفتم چون جای دسته موتورها هم مثل واسه فابریکه، گفتم بگیرم از همین استفاده کنم ولی تغییر بدم که اون رخ کار شبیه جلو 125 نباشه. گفتم از همین جا پیچای همین استفاده میکنم، بعد بیام اینو جدا کنم، بکنم 2 تا ورق، این یه قسمت رو این بر ببندم اون قسمت رو اون بر. فکر کنم قشنگ شد. حالا اینجا رو برش میدیم، اینم جدا میکنم بشه یه ال، اینجا ببندیم اون بر. ببینیم برش بدیم چجوری میشه. اینجا اینجوری بسته میشه، فقط باید یه خورده اینجا رو خمش رو بیشتر کنم که بشین رو شاسی. این واسه این وره، این هم واسه اون. اوکی، اینجوری هم خوب نگه میداره انجینو، هم ظاهر شبیه اون 125 نیست دیگه. خب این یه خورده، خب اینو یه خورده خمش رو بیشتر کردم. یه تست بگیریم. این سوراخش هم گشادتر کردم. خب 3 تا پیچو بستم. اوکی، خوب وایساده و یه رنگی بهش بخوره. قشنگ شده از روبرو. اوکیه. بریم یه فکری واسه کاربرات بکنیم. ببین من نظرم اینه که دقیقاً این زایده‌ای که اینجا داره رو میشه یه همچین چیزی، یه پیچ قلاویز کنم اینجا بذارم، کاربرات بشینه دقیقاً بیخ اینجا، یعنی کل این یه تیکه منیفولد رو حذف کنم، اینجا از این پیچا بذارم، کاربرات ببندیم روش، کاربرات سوار شه دقیقاً روی انجین. حالا بریم یه تستی بگیریم ببینیم میشه برش بدم. خب این باید از این ته بارش بخوره. این جنسش فلزیه میشه این کار کرد، پلاستیکیاش نمیشه. ته بارش بدیم، اینجا رو یه سوراخ و قلاویز بزنیم ببینیم جواب میده یا نه. خب حالا کاری که میشه کرد، بیام دقیقاً این 2 تا برآمدگی میبینید اینجا رو
این سبکی ببین بذارم رو کار. خب الان میبینید که کاربرات اینجا قشنگ بسته میشه، فیت منیفولد کوچیک اینم بسته میشه رو انجین. بریم رو کار تست بگیریم ببینیم جا میشه الان یا نه. خب اول بذاریم کنار، اینو باید یه فکر بکنم یه جای دیگه ببندمش، دیگه جاش اینجا نیست. خب اینم هست کاربرات، بله جا شد، عالی. هواکشی خورده، البته نه خوبه، اوکی. فقط باید این دوتا پیچ که اینجا زده بیرون رو قشنگ کیپ کنم ببندم و این که اینو حتما باید با چسب ببندم که یه موقع هوا نکشه. بچه به نظرتون این که منیفولد کوچیک شده و کاربرات انقدر نزدیکه تاثیر رو کارکرد داره؟ یعنی اینکه سوخت بیشتر بره و سریعتر بره تاثیر داره به نظرتون؟ آقا یه مشکل باید اینو بریم حلش کنیم. ببین این اینجا که نصب میشه، اینم روش کاربرات بیاد، این پیچ چسبیده به اینجا، ببینید بخاطر همین نمیشه پیچی که اینجا گوشت بلند داشته باشه گذاشت، گیر میکنه. باید یه پیچ کونیک درست کنم. اینجا یه خورده سوراخ کردم، یه چیزی که بشینه توش. حالا برم چی پیدا کنم. خب اینو این مدلی کردم، این پیچو این توش بشینه که دیگه به این قسمت به این زیر گیر نکنه، قشنگ فیت وایسه. حالا بریم ببندیم رو کار. قبلش بیا اینو یه پرداخت کاری کنم که این رنگ منگ روش بره، بریم یه پرداخت کاری کنیم روش. خب این الان اوکی شد، فقط امیدوارم حرارت انجین رو کاربرات تاثیر نذاره، انقدر نزدیکه و منیفولد هم فلزیه. حالا باید تست بگیریم تا ایشالا مشکلی پیش نیاد. بچه من خیلی ذوق دارم واسه این موتور. شاید خیلیاتون بگید که خب مثلا این موتور دیگه حالا انجینش معمولیه دیگه، ذوق خاصی نداره، ولی میخوام یه چیزی رو براتون تعریف کنم. من حالا این کانال خب خیلیاتون تازه با من آشنا شدید، من یه عقبه قوی دارم توی موتور سنگین و موتور کراس و اینکه متاسفانه 2 سال پیش مأمور ریخت. همین کارگاه رو تازه داشتم استارت میزدم، مأمور اومد اینجا 4 تا موتور سنگین 4 سیلندر بود، 4-5 تا موتور کراس بود، 4 سیلندر رو بردن و من رو درگیر چالش خیلی سنگینی کردن، جریمه سنگین موتورها بودن و به قول معروف ترمز رو منو کشیدم و باعث شد که یه 2 سالی نتونستم اونجوری که دلم میخواد موتور سوار شم. این موتور چون هم یه کاردستی دستساز خودمه، همین که ژاپنی و اینا خیلی دوست دارم، ذوقشو دارم، یه استارت بهش بزنیم ببینیم چجوریه. راستی کامنت ها بهم بگید اگه دوست دارید داستان این پرونده موتور سنگینی که از من گرفتن و این 4 تا موتور رو و این چالشی که پیش اومد رو براتون تعریف کنم تو کامنت بهم بگید، حتما یه ویدیو در موردش میسازم. ممنونم تا پایان همراه من بودید. تو ویدیو بعدی یه تست صدا و تست قدرت ازش میگیریم و بهش یه هندل میزنیم.